سلام عرض کنم به بینندگان عزیز و خوش آمد میگم به بخش دوم این برنامه. افتخار میکنم که مهمون بسیار گرامی خانم سلماز نیکی کرمانی مهمون ما هستند. یک نویسنده، هنرپیشه، تهیه کننده، تدوین کننده، من فکر کنم هنرمند به طور 100%. سلماز جان سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به برنامه امروز. خیلی خوش اومدید شما. متشکرم. مرسی. و برای دوستان میدم که اگه میخواید سلام علیکی بکنید تماشا میکنن. سلام، من سلماز نیکی کرمانی هستم و خیلی هیجان دارم که امروز با مهرداد جون صحبت میکنم و با شما و روز قشنگیه. بسیار قشنگ و مرسی که با ما هستی. میدونم دوستان با کار شما آشنایی دارن، ولی یه ذره اگه راجع به تاریخچه‌تون بتونین توضیح بدین که اصلا مثلا کجا به دنیا اومدین، مثلا کجا مدرسه رفتین اینا. من ایران دنیا آمدم 10 سال پیش، موو کردم به آمریکا. مدت زیادی نیستش که اینجا هستم. بعد ولی حدود 2 ساله که 1 سال و نیمه که لس آنجلسم. From the East Coast. and من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از دیدنده های شما منو بشناسن، برای اینکه من کار ایرانی تا حالا نکردم. تا حدود 6 ماه پیش من یکی از ویدیوهای محمد محبیان رو براش دایرکت کردم و اون اولین قدم من بود توی جامعه ایرانی و کار ایرانی. خیلی جالبه که محمد یکی از دوستای صمیمی ماست، و تو برنامه ما شرکت کرده و امروز هم تو استودیو با ما هستن و یه سلام ویژه محمد جان، درود بر شما. خوشحالیم که با ما هستی. البته دارم برنامه رو از پشت صحنه تماشا میکنه. سلماز جون چطور شد که با محمد ارتباط کاری و حرفه‌ای برقرار کردیم و چطوری اصلا این معرفی به وجود آمد که شما تصمیم گرفتین این ویدیوشو کارگردانی بکنید؟ منو نوید نگهبان، آقای نوید نگهبان منو آشنا کردن با محمد. گفتن که محمد این آهنگ واقعا قشنگ جدیدش رو درست کرده بود و داشت دنبال کسی میگشت که درست باشه برای میوزیک ویدیو برای این آهنگ و نوید گفتش که با سلماز صحبت کن ببین اگر که عقیده هاتون یکیه یا نه. اینجوری اتفاق افتاد. و اولین ویدیویی بود که کارگردانی کرده بودی؟ ویدیو موزیک بود؟ اولین ویدیویی بود که فقط با خودم روش کار کرده بودم، یعنی کسی بالای سرم نبود. اولین دفعه و محمد بالای سرم بود، ولی خب خودم که بالا سرتون بود. بله. چند تا طبقه بالاتر. و از این تجربه چیزی یاد گرفتین؟ یعنی اون تصوری که تو ذهنت بود که کارگردانی یه ویدیو موزیک به این شکله و وقتی که این کار انجام دادین تفاوت داشت؟ چیزای تازه یاد گرفتی ازش؟ همونی بود که انتظار داشتی؟ از اونی که فکر می‌کردم یه مقدار نروس بودم، برای اینکه فکر می‌کردم خیلی مسئولیت سنگینیه که اولین ویدیوی محمدو، یعنی اولین ویدیویی که من دایرکت میکنم ویدیوی محمد محبیان باشه. نمیخواستم کسی ازم ناراحت بشه. ولی چون من قبلا رایتینگ، نوشتن، کارگردانی کردن، تهیه کننده، اینا رو ما توی مدرسه یاد گرفته بودیم. That's what I studied. So روز اولی نبود که روی استیج بودم، ولی خب البته 100% زیاد یاد گرفتم. خیلی. کجا درس خوندین شما؟ من مدرسه توی کمبریج رفتم. I went to Harvard. باهوش و خوشگل. مرسی. مثل اینکه ما دو تایمون ما هر دو کمبریج بودیم. دو تا کمبریج با تفاوت چند کیلومتر. Okay. Along the Charles River, right? رودخونه چارلز، درسته؟ So beautiful. هاروارد MIT. So زیاد یاد گرفتم وقتی که با روی ویدیو محمد کار کردم. و حالا یه سوالی از نظر کار کردن تو جامعه آمریکایی یا مثلا ایرانی، در آینده دوست داری بیشتر توی جامعه ایرانی فعالیت بکنی یا نه؟ برای من فرقی نداره توی چه جامعه کار بکنم. البته جامعه خودم، جامعه ایرانی همیشه اوله، ولی هنر هر چیزی که احساس روز باشه. وقتی که هنره اگر که به قلب آدم بشینه واقعا مهمش اونه. شاید 2 سال دیگه توی ایژیا باشم، شاید ایران باشم، شاید همینجا باشم. سلماز جون، از اول که شما افتادی به اندیشه اینی که چه کاری رو میخوای انجام بدی یا در چه جهت زندگی رو میخوای پیگیری بکنی، همیشه علاقت به هنر و کارهای فیلم و سینما بود یا از اولش
انگیزه دیگه ای داشتی؟ چطور اصلا جهت زندگیت از کجا شروع شد یا افکار تو چه چیزی متمرکز بود اولش؟ من از بچگی دوست داشتم ادیت کنم. من تیپ ادیت میکردم، آهنگ ادیت میکردم و پلی بازی میکردم با دوستام برای خانواده‌مون. تولد کسی که بود کادوشون این بود که ما براشون پلی اجرا کنیم. آخه جالب. تئاتر اجرا می‌کردیم. تئاتر اجرا کنیم، بله. توی خونه. این برای من، ولی همینجوری ادامه پیدا کرد توی میدل سکول و پیش رفت، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که این کاریه که بخوام پروفشنال بکنم. و اینکه خانواده من از هر چپ یا راست همشون بیشتر کارای چیز میکردن، کارای دکتری و انجینیرینگ و پزشکی اینجور مثل خیلی بیشتره. بله بله. البته هنرمند توی خانواده‌مون هست ولی همیشه it's on the side. حدود 4 سال پیش به فکرم افتاد، نمیدونم چرا. جدی؟ پس خیلی نسبتا اخیر. 5 سال شاید، 4-5 سال. بله. چه جالب. بله، یعنی به فکرم افتاد که اینو به طور جدی، به طور حرفه اجرا کنم. بعدش اولین کار حرفه‌ای که توش کار کردی یا همکاری کردی روش چی بوده؟ کار حرفه‌ای بازیگری، ادیتینگ، رایتینگ و مثلا اولین چیز که اول که تصمیم گرفتی من میخوام جدی برم دنبال این کار، اولین کاری که هر چی باشه، مثلا من مدرسه بودم، شروع کردم کار در سایت گرفتم از امرسون کالج. اونم تو بوستونه. بله. خیلی از یکی از معلمای اونجا رو میشناختم و دید که چجوری کات میکنم، گفتش که بیا برای من کات کن، یه چیزایی که باید برای مدرسهشون تبلیغ میکردن. Simple stuff. That's how it started. چه باحال. اولین کار تدوین بود، ادیتینگ برای دانشگاه امرسون. بله. من هنوزم I'm a professional editor. It's what I do to on a daily basis. That was that. ولی بازی کردن it was in theater. Touch بود off Broadway shows. Things like that, little roles in soap operas, nothing, just that's how that started. East Coast as well. اونم تو نیویورک بود دیگه، درسته؟ بله. و کی از بوستون رفتین به نیویورک؟ چی شد که این تصمیم گرفتین که از بوستون برین نیویورک نه که بیاین لس آنجلس؟ من همیشه قرار بود که از بوستون برم نیویورک برای اینکه خانواده‌ام نیویورک هستن. وقتی که گریجویت کردم 2008 گفتم میخواستم بیام اینجا، ولی گفتم نیویورک امتحانش بکنم، بشه شانس بدم و چقدر خوشحالم که اینجا موو کردم، برای اینکه همین که اینجا موو کردم احساس کردم یک چیزی جا افتاد، یعنی جایی رفت که باید میرفت. Everything felt right. But I love New York. So it's a good thing to have یه ذره از نیویورک، یه ذره از لس آنجلس. و به نظرت آدما خیلی فرق میکنن با هم؟ مثلا دوستان که میذارم خیلی مثلا نه تو لس آنجلس هستن بینن نه نیویورک، ولی بین این دو تا شهرها بله. مثلا بعضی از چیزایی که دیدی، تغییرایی که دیدی مثلا چیه به نظرت؟ به غیر از هوا، مثلا میدونم که مثلا هوای لس آنجلس کل سال مثلا مناسبه، ولی مثلا چیزای دیگه فرقای دیدی بین دو تاشون؟ لبخند زیاد بیشتره روی لب اینجا لس آنجلس. توی روی لب مردم خوشحال‌ترن یه مقدار. نمیدونم اگه خوشحال‌ترن ولی چهرهشون خوشحال‌تر میزنه. نیویورک یه مقدار you don't show much emotions, I suppose. خیلی جدی‌ترن. جدی‌تر هستن. بله. جدی‌تر خوش رو نشون میدن. عجله‌شون هم خیلی بیشتره. عجله که yes 100%. و نمیدونم نیویورک بیشتر کار انجام میشه با اون همه عجله یا اینکه it's just the pace. فکر کنم کارهایی که اونجا انجام میشه خیلی متفاوته با کارهایی که تو لس آنجلس انجام میشه. یعنی اونجا خیلی خوب دیگه مرکز فایننس و اقتصاد و پول و بانک دنیاست و از در اون زمینه‌ها خیلی فعالیت میشه و خیلی همه کار اونجا انجام میشه. اینجا خب بیشتر نمیخوام بگم بیشتر کارهای هنریه، چون اونجا هم کارهای هنری هست البته، ولی کارهای هنری متفاوتی اینجا انجام میشه. کلا سرعت زندگی خیلی متفاوته دو جاشون.
سلماز جون، شما الان گفتی که به عنوان یعنی کار حرفه‌ایتون تدوین کننده و ادیتورین برای شرکت رالی استودیوز کار میکنید، درسته؟ استودیو رالی استودیوز. من I have a producing partner، یک تهیه کننده هستن که دوتایمون با هم دیگه یک کمپانی درست کردیم، مهتاب اینترتینمنت. ولی نه، من برای کمپانی‌های مختلف I فریلنس. برای اینکه من وقتی که تصمیم گرفتم که توی کار هنر به طور جدی برم، یکی از دلایلش این بود که نمیخواستم رئیس بالای سرم باشه. and اگه اتفاق بیفته در آینده it's okay, but as long as I can work for myself and be kind of have ساعتهای خودم رو داشته باشم. so من خیلی فریلنس میکنم با یک کمپانی 714 and lots of other companies and just individuals as well. So ولی علت این که من و راسل، my producing partner's name is Russell Boast، که علت این که من و اون با هم کار میکنیم اینه که میخوایم کلی پروژه های بیشتری امسال. They're coming up. You're gonna have lots of surprises. مشتاقیم. حالا بریم سراغ پروژه فعلیتون که از این طریق من و شما با هم آشنا شدیم در فرش قرمز و افتتاح فیلم اولین باری که به حالت نمایش در اومد، فیلم To the Moon که در رالی استودیو بود فرش قرمزش. چطوری شد که به فکر این پروژه افتادی و اینو نوشتی و بعد تهیه کردیم؟ من وقتی که اومدم لس آنجلس، راسل رو میت کردم چند هفته بعدش، یعنی it was within weeks، و قرار بود که یک کار کامرشال براش انجام بدم. He was casting it. و به جایی که اون کار کامرشال رو حفظ کنم، براش ایمپروو کردم. دلیل خاصی داشت که ایمپروو کردم، ولی اونجوری اتفاق افتاد. برنامه هم نبود، ولی وقتی که براش ایمپروو کردم، یه جدی که همینجوری گفتش که این عقیده خیلی خوبیه برای یک فیلم کوتاه. جدی؟ When do you have time to meet? So شروع کردم نوشتن. من و راسل خیلی میت کردیم تا عقیده این فرم شد و جریان این بود که میخواستیم که راجع به یک دختر ایرانی بنویسیم که از ایران اومده آمریکا مثل خود من، ولی برای من مهم بود که شخصیت این دختر توی فیلم تو دمون با من فاصله داشته باشه، برای اینکه بورینگه، برای آدم حوصله‌اش سر میره راجع به خودش بنویسه. دوست آدم وقتی که شروع میکنه، من وقتی مینویسم دوست دارم راجع به یک شخصیتی صحبت کنم که I've imagined it. So a lot of times من و راسل و یکی از دوستای دیگم نوشتیم و just زندگی خودش رو شروع کرد. درست took a life of its own. دلیل یعنی برنامه خاصی نداشتیم که it just happened. That makes sense. چه جالبه که راسل خارجی مال آفریقا جنوبی یا بله. لهجه آفریقا جنوبی داره. چه جالب که ایشون با وجودی که ایرانی نیستن یا هیچ ارتباطی با خاورمیانه ندارن، علاقهشون به داستان و یا سوژه ایرانی بود. دلیلش چی بود؟ راسل هنرمنده. راسل اهمیت نمیده اگه من ایرانی هستم یا آمریکایی هستم or South African. Him and I connected on the subject. و یکی از دلایل اینکه من و راسل با هم کانکت کردیم اینه که دوتایمون آدمایی هستیم که از یک کشور دیگه اومدیم به یک کشور جدید و around the same time too. اگر تمام تیمی که من باشون کار میکنم on an everyday basis or once in a while basis یا یکی دیگه از پرودوسر من for example مال استرالیا است، کسی که برام ادیت میکنه بعضی موقع ها مال ژاپنه و دخترم هست and so I have less Americans. It's very international and some Americans, no Iranians yet. فقط خودتی. Yes, but I'm looking forward to add an Iranian or two at some point. Okay.